سلام دوستای عزیزم، خانمای گل. ژال ابراهیمی هستم، ادمین و مربی پیج. اومدم خدمتتون با یه آموزش ترند و فوق العاده جذاب که توی استوری نظرسنجیشو براتون گذاشتم و خیلی دوستش داشتید. باشه، برای بافت این کار من کانوای یارن آرت رو بهتون پیشنهاد میدم از این فلاوراش. حالا میتونید مونلایت رو استفاده کنید یا کانوای معمولیش که اینجوری حالت زر دارن یا کانوایی که زر نداشته باشن. این کار خب توی عکسی که از نمونه ژورنال داریم برای بافت شال این مدل بافت رو استفاده کرده. دیگه حالا شما خودتون طبیعتا میتونید از کانوای دیگه هم برای این کار استفاده کنید. حالا کانوایی که نازک باشن مثل مرسریز، مثل آلیز دیوا که یه بافت جذاب و سبکی رو بهتون بده. یا نه اگه میخواید کار حالت پشمی داشته باشه، خب از کانوایی که یک مقدار پشمی تر هستن برای بافت این کار جذاب استفاده کنید. ممنون میشم قبل از هر چیزی این پست رو لایک کنید، برام نظرتون رو کامنت کنید و بگید که این مدل بافت برای چه چیزایی مناسبه. خب دوستان عزیزم، برای شروع این بافت جذاب اول از همه اینو در نظر داشته باشیم که تعداد زنجیرهایی که میخوایم بزنیم باید تعداد زنجیرهامون زوج باشه. مثلا چون من این کارو میخوام توی اپلیکیشن کوچیک براتون ببافم و به عنوان نمونه بافت و حالا آموزش این کارو انجام بدم، برای شروع کارم میام و 20 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و این هم 20 تا. زمانی که 20 تا زنجیره رو زدیم 3 تا زنجیره میزنیم، میشه یه دونه بافت پای بلند. این یه دونه زنجیره اینجا رو رها میکنیم، در اصل 1 2 3 4 تا زنجیره رها میکنیم، زنجیره میریم و الان داخل زنجیره بعدی ببینید شد 1 2 3 4 تا زنجیره. خب یه زنجیره که سر بافتمون بوده روش پایه بافتیم و الان میریم داخل این یکی زنجیرش. خب یه زنجیره رها میکنیم، میایم داخل این یه دونه بافت پایه بلند، یه زنجیره، همونجا دوباره یه دونه دیگه بافت پایه بلند رو من میبافم. خب الان یه زنجیره رها داخل زنجیره بعدی، یه دونه بافت پایه بلند، یه زنجیره، همونجا دوباره یه دونه دیگه بافت پایه بلند. دوباره میام یه زنجیره رها داخل زنجیره بعدیم، یه بافت پایه بلند، یه زنجیره و همونجا دوباره یه دونه دیگه بافت پایه بلند. پس شروع کارم 3 تا زنجیره شروع به عنوان پایه بلند زدیم. خب اون زنجیره زیرش هم هست که روی اون زنجیره ما پایه زدیم، میشه 4 زنجیره. خب یه زنجیره رها میکنیم، 5 تا زنجیره پس میمونه. از زنجیره ششم بافتتون رو شروع میکنید اگه متوجه نشدید. یه زنجیره دیگه رها داخل زنجیره بعدی، یه بلند، یه زنجیره و یه بلند دیگه دوستان هر تعداد زنجیره که داشتید تا آخر رجتون به این حالت یه زنجیره رها و داخل زنجیره بعدیش یه پای بلند، یه زنجیره و یه پای بلند دیگه هم میبافم. به همین حالت من تا آخر رجم رو بافت میزنم. حالا هر تعداد زنجیره‌ای که میخواد باشه ببافیم تا به آخر رجمون برسیم. به این حالت ببافیم. خب دوستان ببینید ما تا اینجا کار رو به این حالت بافتیم. حالا 2 تا زنجیره آخر میمونه. یه زنجیره رها داخل آخرین زنجیرم، یه دونه بافت پای بلند رو من میبافم. خب به این حالت کارم در میاد. ببینید اول و آخر رج پای بلند تکیه و بین کارمون یه پایه یه زنجیره پایه است. اگر میخواید مثل مدل ژورنال خب کارتون رو هر رج یه رنگ ببافید، الان باید در این قسمت رنگ نخمون رو عوض کنیم. خب من نخم رو کات میکنم توی این قسمت. به این حالت تموم میشه کارم و دیگه من الان کارو بر نمیگردونم، همینجوری میام رج بعدی رو روی این بافت میزنم و میبافم. به این حالت ببینید نخو به دور قلابم حلقه میکنم. بچه با 3 تا زنجیرم میتونید شروع کنید، ولی چون رنگ نختون عوض شده اینجوری که من بهتون میگم ببافید. رنگ نخو که عوض کردم میام اینجا روی اینجا 3 تا زنجیره داشتم دیگه، درسته؟ داخل سومین زنجیره که دارم میام و یه دونه بافت پای بلند رو به این حالت بافت میزنم. این میشه شروع کارتون. شروع و آخر رج کلا بافت پای بلنده. حالا این رج داخل فضای تک زنجیره که اینجا دارم یه بلند یه زنجیره و همونجا مجددا یه بلند دیگر رو میبافم. پس داخل فضای تک زنجیره بعدی که اینجاست دوباره یه بلند یه زنجیره و
یه بلند دیگر رو همینجا من بافت میزنم. دیگه بچه تا آخر رج همینه. داخل تمام فضاهای تک زنجیرتون یه بلند، یه زنجیره، یه بلند. روی اولین پای بلند تک و آخرین پای بلند تکمونم یه دونه بافت پای بلند رو باید بافت بزنیم. همینو من میبافم تا برسم به آخر رجم. ببافیم تا به آخر رج برسیم. خب دوستان، ما کارمون تا اینجای کار بافتیم به این حالت در اومد. میرسیم به آخر رج. روی آخرین پای بلندمون یه دونه بافت پای بلند میزنیم و همینجا دوباره این رنگ نخم رو من کات میکنم و به این حالت این دوتا رج شد. ببینید ما به کارمون اضافه نمی کنیم. هر رج داریم همین کار رو تکرار میکنیم. رنگ جدید رو دوباره مثل رج قبلی به این حالت بچه من اتصالش میدم. به دور قلابم حلقش میکنم. اینجوری محکمش میکنید و دوباره شروع میکنید به بافت. اول رجتون دیگه بیایم با بافت پای بلند داخل اولین پایه‌مون. بچه کارو بر نمیگردونید، همینجوری میشه قسمت روی کار. روی اولین پایه‌ام یه دونه بافت پای بلند رو میزنم. داخل فضای تک زنجیره‌ایم یه دونه بلند، یه زنجیره و یه دونه دیگه بافت پایه بلند میزنم. دیگه همین کار تکرار میشه تا به آخر رج برسیم. داخل تمام فضای تک زنجیرم یه بلند، یه زنجیره و یه بلند. ببینید این مدل بافت برای بافت شال سر خیلی عالی میشه بچه ها. برای بافت شال گردن فوق العاده قشنگه. بعد برای بافت اگه بتونید یه مدل ژاکت رو با این ببافید، اگه توی ژاکت بافی خب هنری دارید میتونید اینو ببافید. برای بافت کلاه این مدل خیلی قشنگ میشه. از اون مدل‌های قشنگیه که همیشه ترنده این مدل. به این حالت دوستان ببینید اینجوری من میبافمش. من دوست دارم با این مدل برای خودم یه دونه شال سر ببافم. از این شاله رینگی دیدید الان ترند شده سر میکنن، اونا رو خیلی دوست دارم ببافم. خب ببینید من دارم به آخر رجم میرسم. خب تا آخر رجم داخل تمام فضای تک زنجیره‌ای رو یه بلند، یه زنجیره و یه بلند زدم. خب آخرین پایم که اینجا یه پای بلند تکه میرم روش و یه دونه پای بلند رو من میبافم. دیگه دوستان هر رج همینه. اگه خب با یه رنگ نخم میبافید خب کارتون به صورت رفت و برگشتی میشه. ولی چیزی که از مدل ژورنال من برای آموزش دارم اینه. ببینید هر رج رنگ نختون عوض میشه، رنگ جدید رو وصل میکنید و شروع میکنید به بافت. میبافید تا به جایی که به اندازه دلخواهتون برسه کارتون رو میبافید و ادامه میدید. خب اینم از نمونه آموزش ما. امیدوارم که دوستش داشته باشید و راضی باشید. ممنون میشم با لایک و کامنت و شیر این پست آموزشی برای دوستاتون از این پست آموزشی حمایت کنید. دوستتون دارم. نظرتون در مورد آموزش توی کامنت بهم بگید.